سلام برابر، من یاسین اکسکالیبور هستم. اومدیم وارزون گان لجند و این باکسیناشو بهتون نشون بدم و ممنون میشم که چنل رو سابسکرایب کنید و بدون هیچ معطلی لیتس گو. خب گان لجند اولو که دارید مشاهده میکنید، این گان لجند اوله که بریم کلیپ فکرش رو نگاه کنیم. بله خب اسکینش بعدی خب اینه. بعد یه ذره با سب کنید تا چیزش بیاد، ویدیوش هم بریم نگاه کنید. یه ذره طول میکشه دیگه، شرمنده. خب اومدش و کیلو فکرش عنکبوتیه اینجوری. بعد اسکینش عنکبوت و گان پیکش و درصداش هم براتون آوردم دیگه، چند درصد ایناست. با اینم گان پیکش، یه دونه گان پیک داره برگردونه. خب میریم بیرون. خب اینا خرگوشای ترسناکن که باکسن. 2800 تا میخواد کلشون رو بگیرین، یه باکسن دیگه. خب بعدی اسکین، همین اسکین هست و دو تا گان پیک داره. اینا رو داره که شما بتونید بگیرید. 2400 تا هم پی میخواد، سی پی وارزو. این هم اسکین 2400 تا میخوادش که اینا رو بگیرین از وارزون. و این هم دو تا معتاد هستن که دارید تماشا میکنم. معتاد نه، من بهش میگم معتاد هستن که دارید تماشا میکنم. 3000 تا میخواد که باکسشو بگیرین، 3000 تا سی پی. بعدی خوب باشه، دو تا گان پیک داره، جاسوسیش اینا هم. خب بعدی مارمولکه، 2400 تا میخواد باکسش. اینا گاناش، اینا جاسوسیش، چیز پروفایل. و میریم بعدی اسکین ساکی جان، دو تا گان پیک داره، نایفش اینا، جاسوسیچی اینا داره. بعدی تا اینم اسکین یخبندانه من اصل یخبندان بهش میگم، من یخیه که اینا رو داشت دیگه مشاهده کردیم. تا اینم همونه، فقط سیاهشه. خب اینا رو داره، جاسوسچی اینا. این بعدی آقای چله مغزی. خب گان پیکش، گان پیکاش. ببخشید یه ذره چیز وارزون من کیفیتش پایینه، اینجوریه نشون میده. میریم میمون، دو تا گان پیکاش اینا. بله جاسوسیش هم که مشاهده کرد. و تنبل گان پیکاش میبینید. بله 2400 تا سی پی. میریم بعدی. بعد 1400 تا سی پی میاد. دو تا گان پیک داره. اینا رو داره دیگه، به نظر من ارزش نداره. بعدی اینا داره، این دوتا رو داره، اینا رو داره، جاسوسیچی داره. خب یه ترسناک، شخصیت ترسناک داره. گان پیکاش هم که مثلا واسه ترسناک تارنجبوت داره. و بعدی زن شگفت‌انگیز که با چاقو میاد پرسمون میکنه. و جاسوسیچیش هم که یکی دستش بریده. خب اینم دو تا گان پیک داره، یه اسکین داره ترسناک. خب میریم بعدی. و اینم که آقای جنگ جهانی دومه و چاقوش اینا. میریم بعدی. خب گان پیک و اینا رو داره. بعدی میریم زن چش رنگی. بعدی میریم. خب دو تا گان پیک داره، 1200 چیز میخواد، سی پی میخواد و اینا رو داره دیگه، ارزش نداره. بعدی این اسکین هست، دو تا گان پیک داره، اینا رو داره. بعدی اینا دو تا پیک داره، اینی که دیدی. و دو تا پیک داره، اسکین جذاب داره. حالا کیفیت گوشی من پایینه، حالا آیفون 15 14 بودش کیفیتش خیلی خوب بود، خیلی. واسه من وارزون کیفیتش پایینه، بعضی موقع نمیتونم بازی کنم وارزون.
خب میریم اسکین ترسکی که 2 صورت داره، 2 صورت نیست، این صورته فقط انگار 2 صورت، 2 تا اپیک داره و اینا دیگه جاسوسی و برابرش تموم شدش و امیدوارم سابم کنید، سابسکرایب یادتون نره و لایک کنید و یه دونم کامنت بذارید که بهم خیلی انرژی میده و برابرش خیلی دوستتون دارم و من به حمایت شما احتیاج دارم. خدا نگهدار.